یکی موضوع اتهامات اخلاقی بود که من احساس کردم که خیلی جسورانه اینا دارن به سمت شنیع‌ترین اتهامات و نسبت‌های غیر اخلاقی نسبت به استاد پیش میرن. شیوه برخوردش هم این بود که خب حالا ما نمیخوایم موضوعات شخصی افراد رو بکنیم، ما نمیخوایم بعضی چیزها رو بگیم و یه جوری دو پهلو حرف میزد که مثلا وانمود بکنن به بنده که شنیع‌ترین اتفاقات در این سیستم میفته و شما خبر نداریم و ما خبر داریم، اما به خاطر حفظ اسرار مردم نمیگیم چنین چیزهایی رو. این اتفاقا در مقایسه به نظر من با اون چیزهای دیگه‌ای که ما باهاش برخورد کردیم، از جمله اینکه خب ما خبردار شدیم که این افراد از خصوصی ترین لحظات زندگی افراد فیلم برداری کردن و در جاهایی هم نشون دادن این فیلم ها رو، خودشون رو امین ترین ها معرفی میکنن، در حالی که این شکل تجاوز به حریم خصوصی افراد و فیلم برداری کردن و ثبت اصوات و بعد پخش کردنش در جایی که مجاز نیستن، خب نشانه اینه که این افراد کیان، واقعا امین هستن یا نیستن. جالبه که مادر آقای صورتی رو زمانی که رفته بودن منزلشون، چون این افراد یه مراجعاتی هم به منزل آقای سعید صورتی داشتن، یکی از مواردی که اونجا مطرح شده بوده این بوده که از مکالمات خصوصی فرض کنین آقای رسولیان یا خود استاد مطالبی رو مطرح کرده بودن اونجا و بعد با خنده و تمسخر و مورد مضحک قرار دادن که این بنده خدا اصلا تفسیرش این بود که خب اینقدر این آدما نامحرمن که من حتی دیگه راحت نیستم پای تلفن خونم صحبت بکنم، چون مدام میدونم یک گوش نامحرم داره حرفای منو میشنوه. همونطوره که این افراد میان توی خونه من و از مسائل شخصی افراد دیگه صحبت میکنن با تمسخر، ای بسا حرف خونه من و چیزی رو که در خونه من تو حوزه شخصی من برداشتن بردن رو هم جای دیگه میبرن و به باد تمسخر میگیرن. خب به من فیلم های مونتاژ شده استاد الیاس رو نشون میدادن، باعث میشدن که در واقع چهره استاد الیاس نظر من هم تخریب بشه و فکر میکنم که کارشون موفقم بودن، چون چندین بار من خودم توهین کردم بهشون و تقریبا تو کارشون موفق بودن در این رابطه، ولی بعدا متوجه شدم که این فیلم همه مونتاژ شده است. بعضی وقتا یک سری بولتن‌های خصوصی یه بولتنی درست کرده و عکس‌های خصوصی استاد رو به ما نشون میدادن، عکسایی که مثلا در سفر شمالیشون رفته بودن همراه همسرشون و بچه‌شون یا در یه جشن عروسی شرکت کرده بودن و این عکس‌های خصوصی رو به ما نشون میدادن، یا مثلا نامه‌های خصوصی استاد الیاس به همسرشون قبل از حتی ازدواج برای ما میخوندند. آقای صابری هم شروع کرد خیلی تون صحبت کردن از همون زوایای مالی. بعد حالا به مزیان زیادی لابلای این صحبت‌ها دیگه تخریب بود. مثلا یه چیزایی میگفت که خب برای ماها مطالب روشنه، هر کسی که با استاد در ارتباط باشه. مثلا میگفتش که اینکه همش میگفته که نه اینکه قصدش هم این بوده که بگه، همش میگفته باید برای من کار بکنی، قصدش اصلا خدا نبوده، سر شما کلاه گذاشته، نمیدونم برای شما سوال نبود که چرا این همه خانم دورش جمع شدن، نمیدونم مجموعی از اینجور صحبت‌های تخریب کننده، اما محوریتش مسائل مالی بود و میگفتش که ما الان یک برنامه‌ای رو داریم رسیدگی می‌کنیم به مسائل مالی و خیلی ظریف و غیر مستقیم گفتش که ما این رسیدگی که کردیم می‌خوایم بین بچه‌ها این پولایی رو